سلام گودویانا، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدین. یه چیپس پیدا کردم از یه برند جدید با 2 تا طعم مختلف گرفتم. با هم تستشون کنیم ببینیم با برندهای قدیمی تر میتونن رقابت کنن یا نه. من یک کچاپشو گرفتم و یک دونه هم پنیری. از نظر ظاهری که خیلی جذاب بودن، یعنی تا رفتم تو فروشگاه چشم گرفتشون و توجهمو جلب کردن. برند وینیتوه. میخوام کچاپش رو امتحان کنم. نمیدونم ولی این برند چیز دیگه هم میزنه یا نه، ولی خب اولین باری بود که چشمم به همچین برند چیپسی خورد. بازش کنیم ببینیم. بوش که خوبه، بوی خیلی غلیظی داره، قشنگ بوی گوجه میده. این شکلیه. خیلی ترده ولی مزه خیلی زیادی نداره، یعنی شما مزه غلیظ کچاپ نمیده، بعد اینکه میخورین مزه سیب زمینی رو هم میفهمین. بعد چیپس های برندهای دیگه ذره ضخیم تره. حالا میخوام پنیرش رو امتحان کنم. راستش سیب زمینی هم خیلی گوگلیه. پنیر نمیده، نمیدونم چجور. بو آناناس میده. 3 بار بو کردم، بو آناناس میده. بذارین خوشگلش رو بردارم. این یکی هم ضخامت چیپسش به همون اندازه است. این خیلی خوشمزه است، یعنی واقعا باورم نمیشه که اینقدر خفنه، اینقدر طعمش خوشمزه است، واقعا مزه پنیر میده. ببین انگار که واقعا توش پنیره، انگار که مثلا اسانسه، انگار طعمش کاملا طبیعیه. هم پنیریش خیلی خوشمزه بود و هم گوجه‌ایش به نظرم سطحیچ میتونه بقیه برنده رو بزنه. هم چیپسش ضخیم‌تر بود، هم طعم خفن‌تری داشت. درسته قالب نبود طعمش، ولی جوری هم نبود که آدمو اذیت. به نظرم امتحانش کنید، در دستش نمیدید، خیلی خوشمزه است. هم خوشگلن هم خوشمزه. از این ویدیو خوشتون اومد حتما شیر بدین، لایک کنید، ساب کنید و تا یه ویدیو دیگه خدافظ.